Adamın üstüne uyku tozu serpilmiş gibi. Yani bizim başımızdaki herkes, her şey uyuyor. Hava da aydınlanıyor zaten. O zaman kahve zamanı. İçer misin? Ada bu kadarcık değil mi? Deniz kenarı, meydan, gezdik bitti. Hı? Gezecek başka bir yer yok. Sen sadece oraları mı gezdin? Esas güzelliği görmemişsin. Neredeymiş o esas güzellik? Gel benimle. Nereye? Nereye? Açım aç, anlamıyor musun? Saatlerce dans ettik. Ya önce bir kahvaltı yapsaydık bari, hadi. Çok güzel bir sürprizim olacak. Geç, beğeneceksin. چقدر جادویی. همینطوره. خب اهل اینجایی؟ آره. مامان و بابات چی؟ اونام اینجایی هم؟ چرا این برات سوال شده؟ برام سوال نیست، فقط برای اینکه گپ بزنیم اولین سوالی که به ذهنم رسید و پرسیدم. خوبه؟ تو بپرس. تو از من سوال کن اهل کجایی؟ نه نیازی نیست که بپرسم. اهل استانبولی. تو یه پلاژی جای کار میکنی، برای اینکه یه روز تفریح کنی اومدی جزیره. غذاهای سنتی خوردی و همینطور اینکه تو میدون قهوه خوردی. شاید از بازار ادویه گیاهی خریدی، سلفی انداختی. حتما فردام قراره برگردی استانبول و بعدش هم به دوستات میگی اون جزیره چقدر خوشگل بود، کاش منم اونجا زندگی میکردم. و هیچ وقت از جایی که توش زندگی میکنی دست نمیکشی و نمیای اینجا زندگی کنی. درسته؟ یعنی منو کاملا شناختی؟ آره. یعنی خیلی هم آدم پیچیده ای نیستی. تا این حد احمق نیستم که پیچیده بودن و مزیت بدونم. اینم بهت بگم که هیچی ندونستی. اولا اصلا نمیگم که میخوام توی جای کوچیک زندگی کنم. کلان شهرها، ساختمونا، فروشگاه ها، همه رو دوست دارم. شلوغی و تو اون شلوغی تنها بودن رو دوست دارم. در ضمن من نیومدم جزیره که سلفی بندازم. قشنگه. داستان اینجا چیه؟ یه زمانی اینجا رو برای خدای خورشید درست کردم. فکر کنم اینجا از جاهاییه که خیلی خوب میشه خورشید گرفتگی رو نگاه کرد. اون موقع خورشید گرفتگی رو مقدس میشمردن. چرا؟ چون که ماه و خورشید خیلی عاشق هم بودن. صدها سال منتظر بودن تا به هم برسن. پس تو زمان اشتباهی منتظر هم بودیم. ولی تو خورشید گرفتگی به هم میرسیدن. توی خورشید گرفتگی بعدی یاد اینجا میافتم.
تو کدوم پانسیون میمونی؟ تو پانسیون نمیمونم، میرم خونه خالم. سلما خیاطه، میشناسیش؟ تو خواهرزادشی؟ آره. خب پس تو هم اهل اینجایی؟ مامانم اینجاییه، من نیستم. اونم بعد 20 سالگی دیگه بر نگشته، منم بر نمیگردم. مأموریتم اینجا تموم شد. چه مأموریتی؟ این که با جدم آشنا شدم دیگه. آشنا شدم تموم شد دیگه. بریم. خودمو پرت میکنم همینجا. میدونی بیشتر از همه از چیه شهر خوشم میاد؟ از چی؟ اصلا نمیدونی یه دقیقه بعد قراره چه اتفاقی بیفته. هر آن هر ثانیه ماجرای جدیدی رخ میده. اما مگه اینجا اینجوریه؟ حتی معلومه ماها بعد قراره چه اتفاقی بیفته، حتی سالها بعد. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ فکر نمی کنم، مطمئن. ببین، صدای هیچ کس از بیرون نمیاد. صدای آهنگ نیست، سر و صدا نیست. من اینطوری نمیتونم بخوابم. همش صدای پرنده میاد. صدای پرنده نیست، صدای جیرجیرکه. پر جمعیت ترین گونه طبیعت. راستی نهیر بیدارش کنیم ها؟ نمیدونم. حتما همه جات گرفته. آخه برای اینکه بیدارمون نکنی اینجا مثل گربه خوابیدی دخترم. توف به خاله‌ای مثل من، توف به خدا. نه بابا، مسابقه رقص نابودم. کی برنده شد؟ وقتی من هستم کی میتونه برنده شه؟ ای کاش منم تا آخرش منتظر مونده بودم. ای کاش جامم میدادن، حاضیرا میبردی به خونتون توی استانبول. من برم یه قهوه بخورم. قهوه داری؟
صبح بخیر. بیدارت که نکردم. گفتم تو همیشه سحرخیزی واسه همین زنگ و بی هوا زدم. نه بیدار شده بودم. آها خیلی خوب شد. پس ببین برامون شیرینی پختم، بغلش هم چیدم میکنیم، عالی میشه. تا وقتی خاله عالیه بیدار شه باید مواظبت باشم. ممنون ایدیل، ولی من به کار خودم رسیدگی میکنم، نیازی نیست. باشه، شاید بعداً گرسنت شد خوردی. مسابقه ساعت چند تموم شد؟ آخه خاله عالیه عزیزم مثل فرشته ها خوابیده. خب داشتی میگفتی. البته حتما تا آخرش دووم نیاوردی. احتمالاً دختری یه چرندی گفته تو هم وسط پیست رقص ولش کردی رفتی. حتما اینطوری شده. نرفتیم ایدیل، تا آخرش موندیم. ما برنده مسابقه شدیم. که اینطور؟ خیلی خوشحال شدم. یعنی با اون دختر شهری چندین ساعت رقصیدین؟ خیلی خوبه. 6 ساعت و 42 دقیقه. آره خب تو نتونستی خواهش بچه رو پس بزنی عزیز دلم، ولی از رفتار دختر خوشم نیامد. با مردی که نمیشناسه ساعتها وایساده رقصیده. به نظرم یکم عجیبه. خب حالا کی الکی گفته دوست دختر پویرازه؟ من باید زود برم، کار دارم. باشه برو. من از خاله عالیه مراقبت میکنم. میبینمت موفق باشی. شما پیش من امانتی. مگه نه مادر شوهر جونم؟ دیدی چطوری نگاه میکرد؟ امیدوارم دیگه جوری رفتار نکنه انگار سند داداش پویراز به اسمشه. افعی به کل جزیرم گفته که ازدواج میکنه. اگه کل جزیره اینطوری فکر میکنن ازدواج میکنن. آمار مهمه. صبح بخیر دخترا. صبح بخیر. صبحونه روستایی چطوره؟ خیلی قشنگه. خوراک استوریه. صبر کن عکس بگیرم ازش. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. خیلی قشنگ. توی پیست رقص دستبندم رو گم کردم. اول دنبال اون میگردیم بعدش به کشتی میرسیم. باشه پس به راننده میگم ما رو از اسکله سوار کنه. ساعتی که ترافیک زیاده اونجا میرسیم، اما بی خیال. آبجی از ایران بازم میایی دیگه مگه نه؟ یعنی هر دوتون؟ آره تانتون بیاین دیگه. باشه من 3 ماه بعد اسباب کشی میکنم، اما هر وقت فرصت کردم حتما میام. شاید وقتی پیر شدم ساکن جزیره شدم ها. شایدم تو اون خونه قدیمی شیرینی فروشی باز کردی. بعدشم عصبی میشم کل اتاق آتیش میزنم. های خدا نکنه. شوخی میکنم خاله جون، شوخیه. پویرازم میخواست یه مدت اون ساختمونو بازسازی کنه ولی منصرف شد نه؟ پویراز چرا بازسازی میکنه؟ یکی از شرکاست. خب دخترم، مادر بزرگ مادری تو با مادر بزرگ پدری اون دوست صمیمی بودن. دوتایی با یه دوستشون پولو گذاشتن شریکی اون ساختمونو ساختن. نه بابا، من با پویراز شراکت دارم. آره زود باش. آبجی اینجا نیست. اما اینجا افتاده بود. شاید رفته پایین‌تر. میشه لطفاً قسمت‌های پشتی رو بگردی؟ نیست آبجی. خب یه ذره اون طرفترم بگرد چی میشه؟ والا اینجا نیست. صبح بخیر داشت پویراز. صبح بخیر.
یکی از مشکلات زندگی تو شهرهای کوچیک اینه که همش با آدمای تکراری روبرو میشی. یکی از نکات زندگی در شهرهای کوچیک اینه که وقتی کسی رو دیدی که ازش خوشت نمیاد راهتو کج نکن. منم همین کارو میکنم. دستبندم نیست. ببینم پیدا نشد. نه میدونم گمش کردی. کاشکی دیشب قبل پیدا کردنش بر نمیگشتم. باشه ناراحت نباش. ناراحت نباشم؟ تو چی میگی؟ تو این چیزا رو نمیفهمی، حتی باور نداری مگه نه؟ کسی که عشق و باور نداره چطور میتونه شانس و باور داشته باشه؟ تو نمیتونی نسبت به چیزی پیش داوری نکنی؟ منو میگی؟ پیش داوری کار توئه. از این لحاظ که یکی دستمندتو پیدا میکنه و میاره گفتم ناراحت نباش. آره خب من زیاد تو این جزیره آشنا دارم. یکی دیشب رفت دستبندم و برداشت، الان میاره بهم میده. برای اینکه یکی این کارو بکنه باید عاشقم باشه. من تو این جزیره برای هیچ کس انقدر با ارزش نیستم. باورم نمیشه. رسما مهمترین چیزم و اینجا میذارم و میرم. کی بهت گفته دختر اوپویرا صمیمیه؟ سیمین عصبی شده تا آخرش مسابقه رو تماشا کرده. بعد اون دختر شهری از خستگی داشته بیهوش میشده که سرش رو به پویراز تکیه داده، سفت بغلش ادا در آورده افی. پویرازم گول خورده، محکم بغلش کرده دختر. حتما سیمین گندش کرده. دختر احتمالا دست پویرازو گرفته، اونم حرف در آورده که سفت بغلش کرده. فرصت کنم سیمینم آدم میکنم. صبر کن. ببین نوچشم اونجاست. چقدر میمونم؟ نمیدونم ولی الان میفهمم. اونو بده. ایدیل خانم. آقا آلپه. سلام. سلام. بفرمایید. وای این چقدر قشنگه. من مرخصی سالانه گرفتم اومدم اینجا. راستش از کار کردن توی 4 دیواری دیگه خسته شده بودم، اما اینجا حالمو حسابی خوب کرد. 11 ماه کار کردن سخته نه؟ 11 ماه؟ نه بابا، من 3 هفته کار کردم خسته شدم. 3 هفته کار کردی مرخصی سالانه گرفتی؟ بابای آدمم اینجوری مرخصی نمیده. نه خب بابای من داد دیگه، یعنی بابام رئیسه. دقیقاً. ملیسا چه خبر؟ من خوبم، تو چطوری؟ خوبم. شربت لیمو؟ آره. سلام علیکم. سلام. گردشگرها معمولا ترجیح میدن به ساحل برن. انگار از میدون خوشتون اومده. من زیاد چیزایی که همه دوست دارن و دوست ندارم. من سبک زندگی منحصر به فرد خودم رو دارم. نوش جونتون. ممنونه. ممنونه. این دوست دختر داره؟ نه. خیلی حیف شد، چون من چند روز دیگم اینجا میموندم یه عشق تابستونی تجربه میکردیم. که امروز قراره خواهرزادت بره خاله سلما، ولی اینجوری نمیشه که تازه به هم رسیدین. بلکه نظرش عوض شد، یه چند روز دیگه هم موند. نه ایدیل جونم، نه کرده تو سرش، میگه باید برم. اما خب یه بار اومده، از این به بعد بازم میاد مگه نه؟ نه قراره بره خارج از کشور، فکر کنم به زور ببینمش یه بار دیگه. خیلی بد شد، خیلی ناراحت شدم. خیلی خوب، دامن پیشت بمونه، فردا میام میگیرم، دستت درد نکنه. باشه عزیزم، من کارامو تموم میکنم میرم سراغ نیکی. باشه میبینمت. باشه میبینمت. چطور میتونم برم میدون؟ برو جلوتر، بعد بپیچ سمت راست.
بله؟ الو. نتایج به درد خورد. بانک دیتر کارخونه ضرر میکنه، ترسیده. وامو دوباره قراره بررسی کنه. اگه نتونه پرداخت کنه اون زمین فروخته میشه. دست درد نکنه آزیران. نتیجه؟ چی کار کردین شما؟ ای بابا میگم قسطای وامو پرداخت میکنم دیگه. ای بابا چه نتایجی؟ شما نتایج من از کجا میبینی؟ باشه الان میام شعبتون. چی شد؟ بانک فهمیده که کارخونه ضرر کرده. کارخونه مال تو بود؟ مگه تو کارمند اونجا نیستی؟ نه بابا کارخونه مال منه. با اون وامی که گرفتم ساختمونو بازسازی کردم، دستگاه‌های جدید خریدم. الان فقط خونه مادر بزرگمو بفروشم میتونم زمینو پس بگیرم. خدا بگم چی کارتون کنه. ازگور نیستی، تو پویرازی. بله. هاکان اسم کامل علی ازگور چیه؟ پویراز علی ازگور. پویراز؟ پیر نبوده. کی پیر نبوده؟ صاحب کارخونه. اون علی همون پویراز علی منه. پویراز علی تو شد دستگیت حالا. ای بابا همینجوری گفتم ولی کاری که کردم باز کار بدی حساب نمیشه، درسته؟ من نمیدونستم که عکس‌ها رو برای بانک میفرستن. بعدش هم چه پیر باشه چه جوون، بد اخلاق دیگه، بد عنقه. اگه من تو 2 روز ازش متنفر شده باشم کلی مردم جزیره از دستش. چیزی بله چی سفارش میدی؟ پویراز همین که صاحب کارخونه روغن زیتونه. حتی پویراز علی ازگور اون آدم بدیه، نه درسته؟ میشه با من رو راست باشی؟ بعد دیگه آدم بدیه ها. رو راسته، قابل اعتماده، اینجا همه خیلی دوستش دارن. ولی از دور خوشش نمیاد کسی نزدیکش بشه. اما دیروز پشت گوشی داشتی قر میزدی سرش، بد اخلاق بد عنق بود، اینطوری میگفتی پشت گوشی اینا میگفتی. آره ها قرار بود کمکم کنه یه سفارشی رو ببرم، گفتم زودتر بریم، ولی وقتی گفتن یه خورده عصبی شدم. همین. آدم خوبیه، خیلی خوبه. به یه آدم خوب ضرر رسوندم. من به یه آدم خوب ضرر رسوندم. اگه خودتو مقصر بدونی کائنات نابودت میکنه. باشه درسته پویرازو بدبخت کردی، ولی به اینم فکر کن برای اینجا قراره یه هتل بوتیکی بسازی، برای جزیره داری یه کار خوب میکنی، کلی توریست جذب میکنی، مردم میان ادویه گیاهی میخرن. باشه اکونومی دوباره جون میگیره. به اینا فکر کن. باشه اصلا کار خوبی کردم مگه نه؟ من کار بدی نکردم، من کار خوبی کردم. من برای جزیره کار کردم، کار خوبی کردم. آره خواهش میکنم دیگه ناراحت نباش. به توکیو فکر کن، به همه یه چیزای خوبی که از اونجا تصور میکنی. آره راست میگی. آفرین همینه. یعنی چی که وامو دوباره بررسی کردن؟ یعنی پولی که من باید توی 5 سال میدادم توی 3 ماه میخوان که پس بدم. تو 3 ماه؟ این که وحشتناکه. یعنی اگه متوجه ریسکی در پرداخت بشن حق دارن چنین کاری کنن. چطور میخوای پرداخت کنی؟ نمیتونم پرداخت کنم. فردا میرم با مدیر بانک حرف بزنم و بهش میگم که تو زمان برداشت میتونم سود کنم و اینطور چیزا. ببینم چی میشه. دخترا بیاین تو، بیاین. من برم چمدونم رو بردارم. خب دیگه خاله سلما، اینا رو چون قولشو بهت داده بودم واسه تا بردم.
آه پسرم، بین این همه کارت به فکر اینم بودی؟ بانک داداش پویراز تحت فشار گذاشته. شنیدم. خیلی ناراحت شدم. به هم بگو ببینم از کجا فهمیدن که ضرر کردی؟ یکی عکس نتایج کار منو گرفته و براشون فرستاده. خب کار کی بوده؟ گفتم نه، بورا که پسر خوبیه این کارو نمیکنه. آلپرم که عین داداشمه. به نظر من کار هموناییه که میخواستن زمینو بخرن، همون صاحب هتل‌ها. منو با پول نتونستن راضی کنن، یکی رو فرستادن، اونم اون بیشرفم. در اصل من میدونم کی این کارو کرده. حتما یکی از اون توریستایی که صادق آورده بود، چون غریبه دیگه‌ای وارد کارخونه نشد. تو هم زمینو بفروشی؟ قراره هتلو بسازن؟ آره؟ دشمنای طبیعت به طبیعت ضرر نمیزنن که. یعنی یه هتل بوتیکی کوچیکه. نه که بدونم قضیه چیه ها. یعنی میگم شاید اینطوری باشه. نه اینطوری نیست. طرح پیشنهادی که برای من آوردن میخواستن یه روستای تفریحی بزرگ بسازن. تو هیچ میدونی اون درختای زیتون چند سالن؟ همشونو یکی یکی قطع میکنن. حل میشه پسرم، همش حل میشه. حاضران دیرمون میشه. منو گول زدن. کیا؟ آقا اویگون و هاکان راجب شخصیت پویراز دروغ گفتن، راجب هتل بوتیکی هم دروغ گفتن، بعد عکس‌ها رو به بانک فرستادن، منو احمق فرض کردن. نهیر، خونه‌ای که مامان بزرگ مریضش میمونه رو معلومه میگیرن. که میگیرن مامان. مگه نشنیدی داداش پویراز چی گفت؟ اونجا هم گذاشتن زیر نظر بانک. دخترم تو برو اون ظرف دلمه رو بردار بیار، براتون دلمه درست کردم تا استانبول بخوری. شما گفتین بنای قدیمی و با پویراز شریکم، مگه نه؟ آره. پویراز حسنای دستی باید نمایت کنید. ببینم بین توریستایی که آوردی کارخونه آدم عجیب غریبی نبود؟ نمیدونم، کسی که به پرونده ها نگاه کنه. نه من کسی ندیدم. یکی از اینایی که آوردی نوچه صاحب هتله، فقط کافیه پیداش کنم. من میدونم اون. منو توی یه ساختمون داریم که شریکیم، به دردت میخوره بفروشش، من اجازه میدم. یعنی چی؟ اون یکی شریک تویی؟ منم همین الان فهمیدم. بفروشش دیگه، هر چی لازم باشه انجام بده. نمیتونیم اونجا رو بفروشیم. مادر بزرگم فقط اجازه استفاده از اونجا رو داشت. باشه پس تو هم به یکی دیگه بده، من اجازه میدم دیگه. باشه بابا، با اجازه دادن تو نمیشه، نمیفهمی؟ یه شریک دیگه هم هست رفته آمریکا و هیچ کسی ازش خبر نداره. خب با هم دنبالش میگردی. تو اومدی اینجا که اینا رو بگی؟ آره من میخوام بهت کمک کنم. چرا؟ چون که ناراحتم. من به کمک هیچ کس احتیاجی ندارم. ناراحتی نداره که. با یه ایمیل از پویراز معذرت میخوای، بهش میگی منم گول خوردم و فکر میکردم قضیه چیز دیگه ایه. به چه دردی میخوره؟ بابام به هم گفته بود شاید سرنوشتت این نیست که بری جزیره. من چرا بهش گوش ندادم؟ سلام. حاضران من نابود شدم.
مامان من خیلی حالم بده. میدونم برای اینکه نمایش مدت زیاد جالب نبوده ناراحتی، منم ناراحتم، ولی الان اصلا حوصله اینو ندارم. من ورشکست شدم. طراحی‌ها به فروش نمیره. پولی گرفته بودم و نمیتونم پس بدم. مگه چقدر میتونی خرج کرده باشی؟ پارچه و نخیه دیگه. تمام پارچه‌های ایتالیایی با سنگایی با ارزش کار شده. پول خیاطی، دستمزد مانکنا، طراحی سکو، چه میدونم برنامه‌ریزی‌ها، تبلیغات، آگهی‌ها، بروشور، همه اینا کوفت و زهر مار، همه چی، همه اینا باشه مامان آروم باش. نمیتونم این پولو پرداخت کنم. تصمیم گرفتم خونه رو بفروشم. خونه رو؟ آره. میخوای تنها یادگاری که از بابا مونده رو بفروشی؟ چیکار کنم حاضرم؟ اصلا نمیشه ماما. بیا تو بگو من چیکار کنم. تو که اینجا نیستی، منم یه خونه کوچیک برای خودم اجاره میکنم. شایدم مثل خواهرم شروع کنم به خیاطی کردن. بعدم کسی که خبر مد و فشنمو چاپ نکردن چاپ میکنن که خانم زینب صدفی که قبلا تو دنیای مد و فشن بوده حالا داره تنبول میدوزه. اوه، میخوان که پول 5 سالو تو 3 ماه بده. ایدیل خبر داره؟ چرا ایدلو میپرسی؟ داداش مگه نمیدونی پدر دختر شهرداره؟ چه میدونم شاید یه سودی داشته باشه. مگه منو نمیشناسی آلپر؟ مگه من همچین آدمی هستم؟ نیستی. تو اینجا تنهایی میمیری ولی بازم از کسی کمک نمیخوای. تو همچین آدمی هستی. اگه نتونی پرداخت کنی چی میشه؟ زمین و خونه رو تصاحب میکنن؟ آره دقیقاً. من دیگه برم. به سلامت. میگم ما هم وام بگیریم. قبول نمیکنه. قبول نمیکنه نه؟ داداش برگ پسر به مشتری برس. فاتحه جزیره اومده. تو به من دروغ گفتی. چه خبره؟ گفتی علی ازگور یه آدم خودخواه و بی‌ادبه که کل جزیره ازش متنفره. شاید یکم اغراق کردم ولی منظورم بیشترشون بود. ببین هنوزم داری چی میگی؟ آدما پویراز رو دوست دارن، به اون اعتماد دارن. چه فرقی میکنه؟ تو چطور آدمی هستی؟ اگه میخوای وجدانتو آروم کنی به فحش دادن ادامه بده. تو چرا انقدر از پویراز متنفری؟ این دیگه به تو ربطی نداره حاضران. تو لطفاً برو از ترفیعت لذت ببر. اونم با این عذاب وجدانم. آره؟ آقا دویگون تو اتاقشه؟ بله تو اتاقشه. میخوای چی کار کنی؟ چه ربطی داره؟ آقا دویگون کارمند مورد علاقم برگشت. آقا دویگون لطفاً فوری به آشناتون توی بانک زنگ بزنین. پویراست یعنی علی ازگور به زودی کارخونه رو به دست میاره، یعنی نیازی نیست که وام بگیرن. پس اون وقت دیگه اصلا زمینشو نمیفروشه.
زمینای دیگه ای پیدا میکنین. اونجا خونه مامان بزرگشه. اینا مشکل ما نیست. الان برای تو پاداش بنویسم نه؟ به جای پاداش مرخصی میخوام. 2 ماه از مرخصی سالانه تا وقتی که شرکت توکیو افتتاح بشه. انقدر خوبی بزرگی بهم کردی که بهت نتونم نبگم. باشه برو بگرد بگذرون یکم آروم شو. خیلی ممنونم. هتل بوتیک که نه، میخواید روستای گردشگری درست کنی. باغ زیتونو از بین میبری. یه ذره‌شو میذارم باقی بمونه که تبلیغات رو تو بگیریم. یعنی گول خوردم. تازه به من میگه میذارم یه کمی بمونه و تبلیغاتو توی باغ زیتون میگیرم. نچس. به خاطر اونا من خونه زنی که رفته کما رو ازشون گرفتم. کارما با گرفتن خونه من داره تلافی میکنه. باورم نمیشه زینب واقعا اون همه بدهی داره؟ خیلی زیاد. برای اینکه به دنیای مد برگرده حریص شد، خودشو از دست داد. خیلی ناراحتم، واقعا خیلی ناراحتم. ببین من میدونم اون خونه چقدر برای تو ارزش داره. نمیتونم اجازه بدم اون خونه رو بفروشه. میگم میتونی از کارت من استفاده کنی، هر چقدر میخوای میتونی پول برداری. ولی خب میدونی دیگه بابای من بهم پول نقد نمیده. خیلی خوبی بیرجیک، اما این برای من کافی نیست. من یه نقشه دیگه دارم. میخوای چی کار کنی؟ میرم جزیره زندگی کنم. ساختمونی که تو جزیره هست و دوباره به یه هتل عالی تبدیل میکنم. یه رستورانی که هوای آزاد داره و رو به دریاست. تو ساحلم امکانات میارم. چیزایی کشف نشده میذارم که مشتریای پولدار و ثروتمند رو به خودش جذب کنه. کرایه رم میدم به پویراس. اینجوری اونم وام میگیره و مجبور نمیشه زمینشو بفروشه. آقا دویبونم ضایع میشه. برای اینکه نمیدونه تو جزیره چی کار میکنم نمیتونه منو از کار اخراج کنه. اینطوری غرورم بر میگرده. بدهی و یه مادرم هم پرداخت میشه و میتونم با خیال راحت برم. گورکم هم میبرم. اون دکوراسیون هتل رو انجام میده. یعنی قانع کردنش یکم سخت میشه اما حلش میکنم. راستی به مامانم گفتم برای چند تا شرکت از بیرون گزارش آماده میکنم که فکر کنه پول از اونجا در آوردم. اگه بفهمه رفتم نزدیکی خالم تو جزیره دیوونه میشه. اون فکر میکنه من توی یونان کار میکنم. برای همینم من قراره جایی باشم که تو زندگی بیشتر از همه چی از اون میترسم. تو جزیره، توی جای کوچولو و کسل کننده ای که همه همدیگر رو میشناسن و تا وقتی که کارم رو تموم کنم از اونجا جدا نمیشم. خانم تاکسی میخوای؟ بفرمایید خانم تاکسی. تاکسی میخواید خانم؟ اگه میخواید بفرمایید کمک کنم. بدید به من، بدید به من. اینم بهتون بدم. دقیقا بفرمایید. لطفاً بریم سیریجیک. بله خانم. اما قبل از اون میریم یه جای دیگه. که تو رو میتونم اینجا پیدا کنم. تو چرا داری دنبال من میگردی؟ یه پیشنهاد برات دارم. ای بابا، باز همون اعتماد به نفس. فراموش کن. منظورم از پیشنهاد کاریه. باشه تعریف کن، گوشم با توه. اینجا رو میبینی؟
من میخوام کل تابستون اینجا رو ازت اجاره کنم. چرا؟ میخوای توش زندگی کنی؟ نه خیر، میخوام به عنوان هتل ازش استفاده کنم. از درآمدم هم به تو سود میدم. میخوام برای تعمیرات وام بگیرم، برای همین ممکنه پرداختی ماه اول یکم دیر بشه، اما بعد یه ماه. یه دختری که تو جاهایی مثل نیویورک و برلین زندگی کرده چرا باید بیاد تو جزیره کار هتل داری کنه؟ دختری که بعدش میاد یه جای ثابت زندگی کنه باید تو جاهای شلوغ و پر سر و صدا زندگی کنه؟ تو چرا همه حرفای منو به خاطرت میسپری؟ یه مسئله خانوادگیه، فهمیدی؟ نمیخوام تعریف کنم. باشه بردار، هر طوری دلت میخواد ازش استفاده کن، کرایه نمیخوام. به هیچ وجه نمیشه. خب هم تو به پول نیاز داری، هم من میخوام کرایه بدم. یعنی چطوری؟ تو کار کنی و من مفتی پول بگیرم؟ آره دیگه، عالیه مگه نه؟ نیاز به مغرور شدن نیست. با خودت چه فکری کردی؟ فکر کردی چون زاویه دید خیلی عجیبی به زندگی داری، یه زاویه دیدی که من اصلا نمیخوام درکش کنم. اگه تو مغروری منم مغرورم. تو کرایه این ساختمونو ندم ازش استفاده نمی کنم. خوبه. خوبه چیه؟ ببین راه حل بذار جلو پام. حالا که هر دو نیاز به پول داریم، خب بیا. باشه، حالا که میخوای این ساختمونو تبدیل به هتل کنیم با هم کار میکنیم. اگه میخوای وام برداری اونم با هم بر میداریم، بعد با هم پرداختش میکنیم و بعدش هم هرچی سود کردیم نصف میکنیم. تو من ما با هم این خنده‌دار شد. میدونی چرا؟ یعنی تو میدونی مهمترین قانون هتل داری چیه؟ خنده رویی، یعنی چیزی که تو اصلا نداریش. باشه، روابط عمومی با تو، باقی کارا با من. نه نمیتونیم. خود دانی. عرض 3 روز یا من تو رو میکشم یا تو منو. خبرمونم با تیتر جنایت در هتل بوتیک تو روزنامه چاپ میشه. ما با هم تفاهم نداریم، چطور میتونیم همکاری کنیم؟ باشه قبوله. ولی همه تصمیماتو من میگیرم. نه خیر. باشه، با هم تصمیم میگیریم. این پول برای خانوادت خیلی مهمه مگه نه؟ من میرم خونه. امروز خونم مستقر میشم، فردا میبینمت. یه لحظه، تو اینجا خونه کرایه کردی؟ آره، یه خونه ارزون و نقلی. یه خونه ارزون و نقلی؟ حتما خونه قدیمیه. تو هم که خونه های قدیمی زندگی نمی کنی. میتونم همیشه متعجبت کنم پویراز. فرمان به این خانه زیبا جزیره من خوش آمدی. اما این خونه‌ای که تو اینترنت دیده بودم نیست. راستش همین خونه فقط یکم قدیمیه، میشه گفتش که مال 30 سال پیشه دیگه.
میشه جمع و جورش کرد مگه نه؟ بالاخره داخل خونه بهتره دیگه، مبلم که هست نه؟ بچگی داره. تعریف شما هم مبله چی باشه؟ من کلید خونه رو تقدیم میکنم، بفرمایید بگیرید دیگه. بعدم میگم مبارکتون باشه، تو خونه جدید با خوبی و خوشی زندگی کنید. مرتی که یه قالتاق برای ما مشاور املاک شده. آبجی حزیران چطوری میخواد تو خونه بمونه؟ چه میشه کرد دخترم؟ آدم خودشو وفق میده، بیچاره ها دستشون تنگ الان. گفت این وضعیت موقتیه. انشالله که همینطوره. ببین منو، این دختر خونه ما نمیمونه. حالا بریم توی چیدمان وسایل کمکش کنیم، یه سری وسایل هم ببریم بگیم اینا اضافیان، خواستی استفاده بکن. خونه افتضاح. در این مورد اصلا نمیخوام حرف بزنم. چه میدونم، دلم نیومد در مورد شکست مامانم حرف بزنم. آخه قهرن. با پویراز هم شریک شدیم، قراره با هم دیگه کار کنیم. من نمیخوام با پویراز کار کنم اما مجبورم. خب چی کار کنم؟ گفتم کرایه بدم، قبول نکرد، اصرار کرد که همکاری کنیم. میدونی که وقتی پیششم چقدر مضطربم. اصلا نمیخوام به این فکر کنم که اگه رازم برملا بشه چه اتفاقی ممکنه بیفته. دخترم بقیه وسایلم بیار. کسی که اونو لو داد کنارشه، اما پویراز از این موضوع خبر نداره. یعنی من واقعا آدم بد و دروغگویی شدم. نه تو آدم بدی نیستی، دروغگو نیستی. حالا درسته شریک یه دروغ شدی، ولی خب ببین چی میگم. دروغایی که گفتی و بدیایی که کردی و یه جا بنویس. وقتی کار توی اون جزیره تموم شد در حق همشون خوبی میکنی دیگه. چطوره؟ فکر خوبیه. باشه میبینمت. عزیزم چای میذاری؟ نهیر؟ مامان من با آبجی حزیران برم ساحل، اونجا چاییمونو میخوریم. باشه عزیزم باشه. آره خیلی خوب میشه. خوبه خیلی خوبه. پس بریم. آدمای ثروتمند تو ویلا زندگی میکنن؟ نه فقط تابستونا میان اینجا، زیاد سر نمیزنن. آره خب چیزی برای جذبشون توی اینجا وجود نداره. تو چرا اومدی؟ تعریف کردم که. آره گفتی به صورت موقت مشکل مالی پیدا کردی، ولی من باور نکردم. یعنی باور کردم ولی وقتی با دوست حرفی زدی گفتی گوش دادی؟ من که برای فال گوش وایسادن وای نساده بودم. من داشتم میرفتم اتاقم ولی تو هم در باز گذاشته بودی. تصادفی شنیدم. نمیدونم چی شنیدی اما اشتباه برداشت کردی. گفتی وقتی میبینیش مضطرب میشم. اگه رازم برملا بشه چی کار کنم؟ چیو مخفی میکنی؟ اصلا چرا اومدی جزیره؟ برای تأسیس هتل بودی. به من راستشو بگو. چیو مخفی میکنی؟ هیچی. چی فکر کردی جاسوسم؟ هنوزم به دروغ گفتنت ادامه میدی. اون لایق این رفتار تو نیست. میفهمی چی میگم؟ الان میرم همه چی روش میگم. نهیر باشه تعریف میکنم اما بریم خونه برات بگم. باشه الان؟ داداش پایراز من عاشق پویراز شدم. عاشق شدی؟ آره عاشق شدم. ما تا صبح رقصیدیم، بعدش رفتیم دور زدیم، بعدش دیدم فکر و ذهنم شده پویراز. میفهمی چی میگم؟ فکر و ذهنمو مشغول کرده. نهیر منو صدا کردی؟ ببین اگه بهش نزدیک شم شاید اونم نسبت به من حسی پیدا کنه. همین رازم همینه، راز دیگه ای ندارم. نهیر ثابت کن. چی؟ دیوونه شدی نهیر؟ چیزی شده؟
Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısınlar dünyanın. Bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerin nitelik. Yan yatar kelimeler cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.